سلام دوستان عزیز، ما در مورد ترانسفرهای تابستان حرف میزنیم و اینجا فرصتی آن رسید که در مورد 20 گزارش های انجام شده میانه ماه آگوست برایتان بگوییم و نخست از اون میگیم که دفاعگر منتخب استریا فیلیپ موینه بعد 2 سال برآمد در PSV به ماینز برگشت. استریایی 22 ساله در تیم آلمانی از سال 2018 تا 21 برآمد کرده بود و بعداً به صف PSV پیوست. این تابستان باشد خط سیر بازگشتی را اختیار نمود. حمله‌ور نوی 60 میلیونی من سیتی باشد جرمی داکو نام دارد. پرداخت چنین قدر مبلغ از برای گلزن اساسی رنی فرانسوی به خیالم چه سر و اسرار در کله پپ دارد. شرطنامه 5 ساله برای داکو در تیم شیخان با وجود داشتن هالند گلافر و الوارسی حمله‌ور البته که اندکی عجیب می نماید. خلاص که هرچی نباشد داکو را گواردیولا برای روزی مبادا آورده است. حمله‌ور المپیک لیون کارل تاکا اکامبی نیز به خاطر اینکه تا حال دیر نشده است از قفای ستارگان دیگر راه سمت چمپیونات عربی آن را پیش گرفت. دسته ابخا بر زمین تاکا اکامبی باز گژگژ کخاویک و فرانسوا کامانو را دارد. ارزش گزارش به ابخا باشد 1.5 یورو را تشکیل می دهد. داد لوک باکیوی 25 ساله را باشد از گرتا سویلیا خریداری کرد و از برایش بیش از 10 میلیون یورو دریغ ندانست. شرطنامه کاری بازیگر منتخب بلژیا تا سال 2028 مهلت دارد. از 11 گل موسمش به چنین پروگرس داده را رساند. باواریا میونخن باشد با امید یافتن دروازه‌بان موقتی و ارزان همه جای بازار را گشت و چیزی نیافت و وریانت موافق به طور ناگهانی در اسرائیل پیدا شد. در آمد گپ مکابی تل آویو اوید گزارش دانیل پرتسی 23 ساله بر عوض 5 میلیون یورو زبان گشاد. دروازه‌های بزرگی بر دسته میونخنی ها به 5 سال به دست یهودیان می افتد. چلسی هم نخست با چشمان گرسنه و اشتهای ناتمام همگی را جمع کرده و اکنون به آهستگی به سرتیرافکا گذشت. نالازم ترین ها رفتند و نالازم ها به اجاره می روند. یکی از چنین ها که در رزدیوالکا جای پایزنی نیافت اندری سانتوس است که به یک موسم به ناتینگهم فورست گسیل کرده شد. مهم این که در جنگل گم نشود. دروازه‌بان منتخب خرواتیا دومینیک لیواکوویچ باشد برعکس دیگر پولپروران به عربستان نیو به زمین ترکیه آن رفت. فنربخچه از امضاکنی شرطنامه 5 ساله با دروازه‌بان 28 ساله اعلان نموده دینامو زاگرب قریب 7 میلیون یورو به دست می آورد. بعد سال 2015 اکنون دیناموچیان را ضرور می آید دروازه‌بان دیگر کوبند. موتینیو 36 ساله تا به حال ترک فوتبال نمی کند. او چون فوتبال بازی آزاد از وولورهمپتون به براگ آمد تا یک موسم 400,000 یورو به دست دارد. این هم نفر است که در تیم‌های سپورتینگ پورتو و موناکو بازی نموده سال 2016 با همراهی رونالدو قهرمان اروپا شده بود. گیلیرمو سوتو 29 ساله باشد اوراکان را یک طرف گذاشت و با بالتیکا شرطنامه 3 ساله بست. این هم نفر است که 3 بازی در صف منتخب چیلی گذرانیده 21 بار دیگر خود را در چمپیونات ارژانتین نشان داد. موضوع ارژانتین را دوام می‌دهیم. خاکین کره 29 ساله از اینتر طریق اجاره به مارسی آمد. اگر کارها از روی میلیون رود فرانسوی ها 10 میلیون داده می توانند کره را به اینتر ندهند. با همین راه به اینتر باشد الکسیس سانچز برگشت و تا تابستان سال 24 از خود صدا بلند می کند. نفری که از سال 2019 تا 22 در اینتر بود و با این تیم قهرمان هم شد. این مورد در یک موسم 3 میلیون یورو به کارت می گذراند. سردار آزمونی ببر و گم گشته در بایر اخیراً به چمپیونات دیگر رفت. ایرانی طریق اجاره نزد ژوزه به روما رفت و با انجام موسم جاری حتی با ارزش 12 میلیون یورو می تواند خریداری شود. ایرانی چکان در روبین رستو و زینیت و کمالوخ در بایر با همین نزد گورگان رفت.